بچه رو آنتنیم رضا رو آنتنیم. جواد دوربینا رفت. جواد رفته نام بگیره. نه سلام بچه های گل و گلاب، سلام، خوش اومدید. سلام دوستان خیلی خیلی خوب و بانشات توی خونه و حتی بیرون از خونه. خوش اومدید به برنامه ما روز شعرگویی با یه مهمان ویژه و دوست داشتنی. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی، چه ستاره‌ای محبوب که خیلی دوستش دارین. دفعه پیش اینقدر دیگه به ما گفتید این برنامه رو بساز، ما دوباره استاد رو دعوت کردیم که استاد سوراخ کردن دایرکتوری. آره یه دقیقه بمونید شما. بعد گفتیم استاد گل و گلاب ما آقای جوپیتر تشریف بیارن برنامه و دوباره با ایشون صحبت داشته باشیم. آقای جوپیتر اگر صحبتی چیزی هست انجام بدید. سلامی علیکی فلان. ای نام تو بیاترین سرآغاز، ای نام تو بیاترین سرآغاز، جز نام تو نام کی کنم باز، جز نام تو نام کی کنم باز. سلام عرض میکنم به تمام رفقای دوست داشتنیم. سلام به خدا. سلام به خدا. در کنار بیاترین مجری خاورمیانه ای بیساقی بزن بچه کف بزنیم به افتخارش. دیگه شما تو آقای بندی تا دیگه بره باشه بشین دیگه آقا بشین. گوشیمو بردارم دیگه آقا. یه دونه تشویق کردیم حالا. چکر آقای بیساقی هست. نمیشه کرد بابا. قربون شما برم. چکرم جواد جان بعد اون وسایل رو روال بکن. بله مخلص شماییم. ما اومدیم آقا اینجا دوباره، ولی شما ما تا جایی که خبر دارم فقط دایرکت دادید، لایک کامنت سابسکرایب نکردید. اگر سابسکرایب نکنید من دیگه نمیام این برنامه آقا. نه خودتون عصبی نکنید. باشه امروز اومدیم با ویژه برنامه روز شعر به آقای جوپیتر بگیم که واسه ما چند تا شعر و ترانه بسرایند و ایشون لطف کرد. جوپیتر بگیم که واسه ما میزدم و لوله مستم و شنگوله حال خوشی دارم. لطف کردن به برنامه ما اومدن. امروز با استاد خیلی کار داریم. استاد امروز اومد پیش خودمون. مخلص با استاد عزیز. چاکریم آقا. گل و گلاب. شما خودتون یکی از بیاترینا هستید. چاکرتم. مخلص شما. استاد فدای تو بزرگی کردن. استاد ما امروز اومدیم. ای بیساری ما اول تکلیف با شما مشخص بکنم. بله. روز شعرگویی کار بنده است. شما نباید روز شعر بگی. من زیاد سعی میکنم که روز شعر زیاد نگم. ببخش حجون وسط برنامه عذرخواهی میکنم پیش بینندگان عزیز. بله. من میتونم با شما راحت باشم، اسمتون رو کوتاه و مختصر شما رو صدا بکنم. راحت باشید آقا. شما رو صدا بکنم آقای تر بزرگ. تر بله. شما آقای تر باش. آقا کاری در دنیا وجود نداره که استاد جوپیتر توش تر نزده باشه. من از این بعد شما رو آقای بی صدا میکنم. چاکر استاد. چاکر آقای بی. نوکرتم. خیلی آقای کردی. فدای تو بشه. آقای تر بزرگ امروز آقا استاد دوباره امروز هم شروع کردی که استاد. آقا من برنامه است دیگه، بیرون گفتی پشت برنامه گفتیم چشم. موقعی که از سر آنتن خارج شدیم کات دادیم چشم. آخه من هنوز واکن نزده. چی واکن نزده؟ این غند انداخته اینجا گلوی من. آخر غند شما بندازی استاد. شما یه دونه چای استاد عزیز جان شما بس آقا. نه آخه دیگه داری این حرفی تو شما داری بی احترامی میکنی آقا. حرفی از آقا. چرا شما ناراحت میشی؟ آقا این شما برو این کانالای ماورایی رو ببین، تماما زیر کارا زده اسپیشل تانکس تو جوپیتر. یعنی کاری تو ماوره نیست که من توش تر نزده باشم. همچین آدم بزرگی من هستم. اولم برف میزنی. استاد شما خوبیتون و اسمتون همه جا هست دیگه. جواد میام اونجا میگیرم مادرتو صدا میکنم بهش میگم جوادا. جواد چی کردی؟ جواد چی کردی؟ استاد یه روز اومدی برنامه استاد بذار صحبت بکنیم. آقا چند تا شعر بگو، یه ذره واسه ما شعر بگو، یه ذره روز شعر به ما بگو، بذار عشق بکنیم. آقا من باید میزان باشم روز شعر بگم. الان میزان نیستی استاد. الان تا برنامه شروع شد شما شروع کردین. نه جواد باید منو دریابه. یک دونه
چای اینجوری میزان فلان مخصوص استاد سیاوری اونو برای من جابجا استاد تو رو خدا استاد میگم سر برنامه هستیم چرا تا قبل آنتن اینا رو به ما نمیگی؟ تا میریم سر آنتن میگی برنامه زنده است. ما رو آنتنی من آنتن رو ماه. نه آقا آنتن رو نه ما چیه؟ ما رو آنتنیم. نه آنتن آقا ولش کن بچه همه رو خطیم ولش کن. جواد جان قلقلی بکش. الله و ربی اونجوری اذیت میشی. جواد اون پیکنیک خاموش کن جواد میان برنامه رو میبندن جواد بیشور. چرا اینقدر بیشوری؟ چرا اینقدر گاوی؟ خب من از دست تو چه کار کنم؟ چرا نمیمیری؟ چرا تموم نمیشی؟ شکر آجوادی ما والا میسته الله و ربی. خب شما بگو ای بیسر من ما یه ذره به ما یه ذره برای ما یه چند تا شعر بگو چند تا شعر ادبی بگو بذار ما عشق کنیم اول کار. شعر ادبی بله فرق نمیکنه از چه قرنی باشه. قرن قدیم حافظ. من در جوانی یه چند تا شعر داشتم خیلی دوست داشتنی بود. یکی از اون شعرها فکر کنم شما هم شنیده باشید. کدومه؟ میگه اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده تکانش بده شاید سکته کرده بره. درش میبینید بچه‌ها بلا میسته فدات بشم قربون جان فدای تو آجا. چاکرتم بچه‌ها دلت دیدید شاکر های تهیه کننده چاکرتم مخلصیم. الله ربی. بچه‌ها استاد خیلی آدم پری هستن. یعنی این آقا ما موقعی که استاد رو دعوت میخواستیم بکنیم باش قرارداد میلیاردی بستیم تا بخاطش استاد بمون دیگه. استاد چی کار داری میکنی که تهیه کننده دوست داشتنی مخلص. الله ربی. آقا ما همچنان دوست داریم آقا می قلبی بره. آقا ما همچنان دوست داریم می قلبی. خب تو دیگه چرا آخه جواد الله ربی آقا نکن دیگه بره آقا نکن دیگه آقای بی شما یه خورده عجیبه استاد. شما میخوای مخفف صدا نکنی کلا؟ چرا من دوست دارم. آخه یه ذره بی شما به یه بی دیگه نزدیکه. خیلی نزدیکه. نه آقای بی من ناموس خیلی برای من مهم آقا. ناموس وطن فقط اینا رو با هم دیگه جدا هم میشه بگید خب یه خورده بد میشه. استاد داشتم میگفتم استاد موقعی که به ما افتخار دادن اومدن برنامه ما اصلا خیلی خوشحال شدیم. دوباره به درخواست بچه‌ها گفتیم دوباره برنامه برنامه رو استاد جانم حالتون خوبه؟ حال شما خوبه؟ شما حرف میزنی حرفا شما انقدر دلنشین آرام بخش من آرام میشم والله قربان. این استاد یکی چاکرتم بلا میسر فدای تو بشم آقا ما خیلی دوست داریم ما قربان برم. چاکر آقای دوست داریم میخوام مهربان ترم بشم. نه دست شما نه استاد یا خدا الان مهربان تر میشم. یا جان چای رو